برای تمام اشرفی ها، برای استقامت و پایداریشون، برای سردار بزرگ که هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، برای روح شهدا، و برای خانم مریم رجوی، علاوه بر اینکه دردش گفتنی نیست، باید هر روز و هر شب و هر وقت و بی وقتم جوابگو باشه. خداوند بهش کمک کنه و به این خانم بزرگوار توفیق بیش از پیش و توفیق روزافزون بده. پروردگارا رضایت خاطری عنایت کن تا آنچه را که نمیتوان تغییر داد بپذیرم و شهامتی که آنچه را میتوان تغییر داد تغییر دهم و خرد و فهمی که بتوانم این را از یکدیگر بازشناسم. کمال سر محبت ببین، نه نقض گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. هر که در این دیر مقرب تر است جام بلا بیشترش دادند. تو پای به راه نه و هیچ مپرس، خود راه بگوید که چون باید رفت. خود راه بگوید که چون باید رفت. همیشه فلسفه پیر میفروش این است. همیشه فلسفه پیر میفروش این است که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است. به فضل خدایی رسم جدایی برافتد. به فضل خدایی رسم جدایی برافتد و بخت بیدار و روز دیدار روزی گردد. و حالا می روم تا با طلایه داران راه گشایی هم نوا و همراه باشم. این مقصد نهایی کار آوازخوانی من است. این مقصد نهایی کار آوازخوانی من است تا بتوانم نسبت به رشیدترین فرزندان این ملت در اشرف و در ایران وظیفه‌ام را انجام دهم. برای همه فرزندان عزیزم در اشرف و برای سردار بزرگ مسعود رجوی و خانم مریم رجوی و همصدا با فرزندانم در اشرف میگویم ما پیروز میشویم. هیهات من ذله.